با دایناسورها 175 سال قبل از بین رفتن آخرین دایناسورها. یعنی با از بین بردن یا یعنی خودشون به انقراض رفتن، انقراض اقمانشون ختم شدن. یعنی او تو کسی بوده که انسان وجود نداشته بود یا انسان ها مگر بودن، انسان ها در جایی بوده که دایناسورها از واقع قوی بودن. یعنی بسیار دایناسورها بسیار انسان ها را شاید خوردن باشن، ولی که عمر انسان 4 میلیون سال یا 5 سال است و دایناسورها 175 سال. بعد از ما را که جور بکنن از این موقع آن میاد. مثلا شما در کلگری که برید، در کلگری چیز است، موزیم و جایی است که سروی کردن، پیدا کردن جای دایناسورها را در کلگری. جایشون اونجا بوده. یک قسمتش یک بخشش در اونجا بوده. تمام دنیا بوده. در دنیا بوده، یک قسمتش در اونجا. حتی چیز از خود افریقا پیدا کردن. اینا با تمام استخوانایی که در اونجا کشیدن، استخوانای دایناسورها دیگه، باز امروز عد کردن نگه چیزا را، حتی اسکلتاش ساختن، حتی اسکلتاش را کشیدن. در موزیم هست. خودم وارث در کلگری ما که رفتیم باز امون منطقه دایناسورها، این موزیم بسیار کلان است. حتی دشت از امون دشت خاکایی که دایناسورها اونجا استخوانایش برآمدن، اما خاک بلند کردن آوردن در موزیم ماندن که در اونجایش یک دفعه کندن آوردن که در موزیم ماندن. بیشتر گفتیم که مثلا زمین طبقات بلند شده، زمین وزن دارن، این با شکل توقعی و ورقی است. چطور حجم زمین زیاد نمیشه؟ مثلا در افغانستان سابق بود همیان سری خانابری بسیار بلند شدن، حالا چکار مانده؟ ممکن که زیاد شده میره یا مثلا چقدر سوانه ایمانات میبره، خانه میبره یا سیل میره و چیز خاکی که کنه. چطور حجم زمین زیاد نمیشه؟ شروع با طبقه و دوم میکرد خاک از کجا میاد؟ گرد خاک از خود زمین. ببین توفان و دگه که میشه، ببین زمین در دور خود یک اتمسفر داره. یکی در چیزایی که هست در زیر اتمسفر که اوزون که میگن، در زیر اوزون هست کنش. زمین در خلاص. زمین خالیگاه ها داره. نه خلاص، خودش در خلاص در تو دعواست. زمین دعواست. از خود رفتن یا میبینن همی کسایی که ما همین این وقتی که زمان از سیاران بلند میشه. زمین دعواست. زمین در خلاص. یعنی زمین در حقیقت وزنش دعواست. وقتی که از اتمسفر زمین خارج شود هیچ وزن نداره، هیچ چیز وزن نداره. مثلا طیاره چی که میره چقدر اینا شما از کسایی که خارج شده مثلا از مدار زمین، از اتمسفر زمین که برآمدن، مثلا شما یک چیزی که دکه به تکتی انگشت مثلا خودی که بتونی نیل دگم چون وزن نداره، دعواست. خود انسان‌ها نشان داده که مثلا کسایی که رفته مثلا در کره معطا و دیگه که میرن مثلا نشان میده که وزن نداره. نشان دعوا میدن طرف قلم یا چای نشان میده. معمولا حتی ایجاد کردن همین فضای چیزا، فضای مجازی در داخل چیزا ایجاد کردن که مثلا اونجا که چون وقتی که اکسیژن و هیدروژن اینا رو پس کنی از چیز خلامه تو میتونی تو با فرض در هوا بانم میشه ثابت کردن. همیشه لابراتوارهاش هست. این در لابراتوارها میشه جور کردن. یعنی چیز است وزن زمین زیاد نمیشه، از خودش هست. از چی که می از زمین هست بالا میاد پس میاد مثلا از چیز بالا نه. اما یک چیز دیگه است که می اتمسفر زمین یا می اوزون زخیم کرده میاد، از اون خاطر زمین گرم میشه و این بسیار خطرناک است برای نفس بشر. مواد سوخته که انسان ها در اینجا استفاده میکنن، موتر گرفتن تا مثلا چوب میسوزونن دیگه میکنن و زیادتر مواد سوخته طبیعی، گاز طبیعی و تیل موتر و دیگه فابریکه‌جات که این دودش کربنش که بالا میره واسه یعنی اوزون در زخیم کرده میره. از اون خاطر حال زمین گرم شده میره، خود به شمال یخ‌هاش هم میشه و این خطرناک است برای زمین. پیش بینی کردن که یک وقت بسیار جاهای کره زمین زیر آب میشه و بسیار جاها خشک میشه. ما آدمی سفر آخر خود که رفتیم در فیلیپین برای ما نشان داد گفتین دشتا خودش آب دریا بود و خشک شده. تاکسی درایور برای ما بود. یعنی تحولات آمده میگه روز به روز.
و این خودش و یک نقصشون بشر است. بشر در پولی ازی که مثلا زمین مثلا اینی خود اینی بمباردمان گازایی که ها استفاده میکنن بمباردمانی که میشه کره زمین به هم میزنه زلزله های کاری به وجود میاد. شما که میفهمید که بچیم یک طبقه که زمین است مثلا پایینشون ملاوا است بالایش که میره باید مثلا چیز است آیلویی و پاستک باید رو باید میره مثلا طبقات دیگه مثلا یورانیوم میره یا لیتیوم میره و مثلا چند طبقه همین آهن است این مصر و دیگه و دیگه خود یک طبقه زمین میتونه نی؟ و آب است نی؟ داخل مرحلهش که میرسن آب است باز خشکه میره باز خشکه زمین آب و خشکه سطح زمین پوشانده درخت مثلا سه زمین آب است یک حصهش خشکه است اگر 4 تقسیم کنیم ما زمین 3 آب است یک کشم خشکه است اتمی پلیت هایی که حال شما میبینید 5 قاره جهان که به وجود آمد یک وقت خود جای یکی بوده پلیت ها یکی بوده این حال وقتی که تحولات میه و زلزله ها میه این پلیت ها از جای خود موف میکنه خود اثر لاوا و اینا استاد است داخلش مایع نه این حالی که موف میکنه اتمی زلزله هم کرد این زلزله خواهد زیر زمین اینطور چیز میشه پلیت ها از جای خود موف میکنه اینطور میشه این حالی که تو میشه این زمین اینطور شور میکنه خودش قویت رو موف میکنه این حالی باز اثر چیز شور میکنه از امو خاطر از زلزله هایی که میشه و مایی که نام اندازن و چند چیز زمین وضعش خراب کنه یکی آیل که استخراج میشه مواد که زمین این خوب پلیت ها سر یک مواد استفاده سر آیل و گفا اینا نخواهد که زیر خالی کرده میرن پلیت ها زیرش خالی میشه استحکام خود از دست میدن ولی در روز بیلیون ها دلار بیلیون ها لیتر مواد یا زیر زمین خارج میکنه شش خالی چیز خود نمیکنه و دیگه ای که باید در پولیزو یا تنهای بم هم میریزن فرات میگه تجدید نکنیم مثلا ها کره زمینه که از خاک ساخته شده و که تمام سیارات از بین میبرن باز اتر است که از یک آیدیای دیگه است ببخشید یک آیدیای دیگه است که میگن در سیارات دیگه است که پیشرفته تر از زمین یک آیدیا است این تا یک از چیزه حتی میگن حتی میگن که اگر به حساب این واقعیت داشته باشن زمین در حقیقت برای سیارات دیگه یک لابراتوار است یا یک چند نفر از زندگان از رو جا آوردن پایین کردن و ایلاشان کرده که یا چی میکنن هر چند سال بعد میره یک سیلشان میکنن پس میره همین که آلیا فیلمای تخیلی میسازه از هیلین دیگه نیاز زندگان هایست که دیگه سیارات وجود داره که مثلا وجودشان انرژی تولید میکنه که خود یک جای چیز میکنه این که چقدر این واقعیت داره بونوز اما گفته خود دارم کشف شد که باید باید که گفت دارم زیاد گفت